دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 30 نوامبر سال 2025 میباشد. قرار دارم در گرمخانه خانه خودم شهر دوشنبه در نزد نهال درختی افلیسون. این نهال رو میبینید که افتش بزیب است، لیکن سبب باش بود که سال گذشته شمال کلیانکا را خیزاند و خنک زد. همین برای هوای اکنون امسال شکل نو گرفته شده است و با این نگاه نکرده بست یک 20 دانه بسته بود خوردیان افلیسون ها رو. نه افلیسونی که در حوالی ما بستگی است. ما این رو در لیمون پیوند کردگی است. بسم الله الرحمن الرحیم. اینه بینه این افلیسون رو من باز یک دیگر شما چینم. این به نهایت افلیسونی خوب میباشد. اینه بینه و حالا خونه میبریم و در خونه بعد بریده مزهش رو میبینیم. انا این افلیسون رو بینید. اینم پخته است. این افلیسون برای چی مایده هست؟ برای که نهالش رو من تابستان شنوندم، در درون ستیل بود، تابستان شنوندم، یک تگ داشت. خدا خواهد اینم کلون کلون میشود. اینم کلون کلون میشود. این رو اکای شیرالی از وزارت کارهای خارجی که در پاکستان نماینده بودن برای در تاجیکستان بسیار شود همین افلیسون بسیار افلیسون خوب است گفته آورده داد، گفت از همین زیاد کنید. این است مردیگری، این است وطن پروری که از دیگر دولت رفته دیده است اکای شیرالیو گرفته آورد که زیاد کنیم به خلق تقسیم کنیم تا که در تاجیکستان این افلیسون شود. ولی ما این رو عموما یک مرتبه چیندم با شما همراه بریده میبینیم. این افلیسون اکای شیرالی یک جان تشکر برای خدمت هایتون. الهی هم وقت در پناه خدا باشد. اکای شیرالی میریم دیگر میبرم میوه پامیلا. این پامیلا رو ببینید که در ترکیه من نشون داده بودم به شما. همین بود، همین افتش بود، همین رسمیر بود، این کلون بود. ما زیر یک تاشو میچینیم و میبریم بریده میبینیم که این چی نمود میوه شده است و میشوییم این رو میگذاریم به یک نمود افلیسون دیگر که عموما در تاجیکستان نیست. بینید اینجا مواد چینم اینا بینید. این افلیسون رو بینید، کلونی افلیسون رو بینید. اینو بینید چقدر کلون کلون. من دو تاش رو چینم ها جزیر کردیم امایا. انا این افلیسون رو بینید، کلونی افلیسون رو بینید. این رو هم بریده میبینیم چینمون میوه میگوشد و این چونین گریپفروت رو، این گریپفروت ما نهایت بسیار بستگی است ریخته رفت. من نبینید این گریپفروت است، این گریپفروت است. این رو هم حاضر میریم در خونه دا میبینیم. هم دیارو عزیز اینا گفتنم عادت که من از این میوه ها حرکت دارم که از جمهوری اسلامی ایران آورده به شما دسترس کرده با نرخی دسترس فروشم. چون که یک مندرین رو در بازار سخاوت ما دیدیم، خرید یک آدم در تنش میوه داشت در درون ستیل 600 سومونی. ما میبریم به میوه، لیکن سال آینده میبندد که 60 70 سومونی. فرقتش 10 مرتبه زیاد است. برای ما خلق رو تامین کنیم با این میوه ها گفته از خارج کشور میبریم. هرچند که در ایران حالی بسیار بیزنس وزمین بوده است، محدودیت ها جاری کرده شده است. خیلی میریم میبینیم که این محدودیت رو ما پس سر کرده تونیم گرفته میبریم. ترکیه آسان تر است و ترکیه فریب کرد، راهگیریش قیمتی بده است، لیکن در ایران محدودیتش جاری بوده است، بیزنس وزمین تر بوده است. انم دیران عزیز این یک میوه های سیتروسی من و ما حاضر خانه میریم اینا رو با کورچه بریده به شما مزهش رو میفهمونیم. من نهالش رو که آوردم به شما اعلان کرده با نشان میتیم. دوستان عزیز اکنون ما افلیسون ها و دیگر مواد های سیتروسی که چیندیم بریده میبینیم چی میشه. افلیسونی که ما در اول چیندیم این بود. بسم الله الرحمن الرحیم. من این داخل افلیسون بوی نو تکرار دارد. بسم الله الرحمن الرحیم چشیده میبینیم. این دانه دارد، دیدید؟ دانه دارد و میچشیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
جنبورین افلیسون پوری آب شیرین، پوری آب از این افلیسون خدا خواهد ما نهالش رو باید زیاد کنیم. برای نهال این رو زیاد کردن با من سلامتی در کار و در برابر سلامتی پول حالی نیست. آهسته خدا خواهد میشود لیکن عمر آدم میگذرد. گندگیش همین. میگیریم دیگر افلیسون رو رقم 2 که چیندیم. این افلیسون رو ببینید کالریش رو، حجم کالریش رو در رقم افلیسون ده این بگمانم در بزرگ 25 سومون یا 30 سومون باشد. من تخمینا گفتم نرخ انیق نمیکنم. من گفتم ممکن باشد. اما با چند جول نکنید که من قیمتی باید کردم. من نرخ انیق کنم نیستم. افلیسون فروشم نیستم. میگویم بسم الله الرحمن الرحیم. این افلیسون عموما بدونه هم با کلان هم با بدونه. اینو ببینید با درونش رو ببینید چه خوشویی. اینو ببینید چه خوشویی. این هم با بدونه بود است. دونه اون من ندارد. بید باید گفت دیگه بریم کنی هم نه دونه ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. این رو چشم ببینیم اکو. این از ویم شیرین. این نماش رو نمیدونم نکی این قند برای شیرینی که روی خریده خوردن همین. این به نهایت شیرینی با راحت با مزه. این در حقیقت افلیسون بود است. این افلیسون های من سالی گذشته بستگی نبودن اینا. میگذاریم دیگرش را خیلی افلیسون را برید. ما حتما از این زیاد کردم در کار برای این با ما سلامتی و پول در کار. میگذاریم در افلیسونی که اکای شیرلی از پاکستان آورده بود برای ما. گفته بودن که درونش باید سرخ باشد. درون همین باید سرخ باشد. به نهایت شیرین گفتن. این مایده حق نه. این کلان میشود و نهالش بجنک. بسم الله الرحمن الرحیم. نه این سرخ نبود است. سرخ چه بود است نکی؟ میشود درونش سرخ. من درونش سرخ چه دارد. این میشود سرخ بینید. این دیگر نو. اینم بدونه بود است. دیدید؟ حکای شیرلی بهترین بگمان افلیسون آوردگی داد خورده ببینیم. شما که خودتون چشیدید و از همین خود یکم پاکستان برداشته به تاجیکستان آوردید که نهال همین در تاجیکستان زیاد شود. یک جمع تشکر با شما حکای شیرلی. دست شما در نبیند. با این دیگه مزه دارد. با مزه این بلان یارکه ورشنی میگن روسو. حکای شیرلی در حقیقت با مولشناس با این با مزه تر بود است. خدا خواهد اینم زیاد میکنیم و چخیلی که شما گفتید درونش سرخ رنگی سرخی دارد. اونه رنگی سرخی دارد. رحمت حکای شیرلی. میگذاریم میبریم پامیلا رو. من باز تکرار میکنم. من نرخ من حق نمیکنم. من در بازار میبینم همین در درونی خلطچه گرفتگی 40-50 سوم یک دونهش در بازار. من نمیفروشم. من نرخم حق نمیکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. پامیلا ما نگفتنمون درونش سرخ نیست. بسیار پامیلا سرخ است. پامیلا ما زرد است. این رو چینده میمونیم. اگر چینده میمونیم رنگش زرد میشود. انمخیل میشود و درونش هم زرد میشود. و بسم الله الرحمن الرحیم پامیلا رو ما چشیده میبینیم. اینم شیرین. ترشی ندارد. اینم راحت کده میخورید. این اکن بو متخصصش هست. این رو پوست کده میتونم. من پوست کده نمیتونم. انا اینو میگیرن. انا کمترک تلخی میتید. انا پوچو خورا میگیرن بعد میخورن. بسم الله الرحمن الرحیم. راحت میکنید میخورید. راحت جان میکنید. حتما ما از اینها از ایران زکات کرده هستیم لیکن بود میگم ایران یک قطار محدودیت خودش رو دارد.
نمیدونم برای چی پول رسو محدودیت کردگی. اگر ما تونیم آورده با شما با فروش میبریم. همه همینو هست. من این گریپ فروت نگفتم ما گریپ فروتی ما تروش است درونش زرد است. ما اگر گریپ فروت بیاریم درونش سرخ میبیاریم و شیرینش رو میبیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این گریپ فروت این دونه دیدید؟ این بسیار دونه داشته است. اینم دونه دارد. اینم دونه. اینم ولی جای دونهش رو نبریدم من. پامیلا هم دونه دارد. لیکن بینیاد با مزه بود از پامیلا. همه اپلسین بریم با مزه. انا این جنیور رو میخوریم. آبش بسیار اینه. این همه عادتا آبش بینید چه میچکد. آبش بسیاره لیکن قریب لیمون برین تروش. تروش. این رو میخورید هوشیار بشید. همدارین عزیز این بود یک نواره از میوه های سیتروسی حولی من. یک نمود اپلسین بنهایت شیرینی با مزه. دو نمود اپلسین بنهایت از وایش این شیرین. سه نمود اپلسین باز از وایش این شیرین از پاکستان آوردگی. اینش پامیلا چنون با مزه که راحت میکنید. اینش گریپ فروت که هوشیار میشوید. همدارین عزیز در تماس باشید دائم. من که آوردم خدا خواهد نصیب باشد و علاجش رو یافته آوردم حتما به شما اعلام میکنم که همین میوه ها رو من به شما آوردم. همدارین عزیز در پناه خدا باشید.